آشنایی ها توان کردن چون ای فریاد از دست جدایی ها اگر این از با خوبانی عالم آشنایی ها توان کردن چون ای فریاد از دست جدایی ها توان دریافت از مضمون من کوتاهی فکرم که نخلش را مثل کردم وشم شد از رسایی ها توان دریافت از مضمون من کوتاهی فکرم که نخلش را مثل کردم وشم شد از رسایی ها حیرانم که جوهر را نمی‌زیبد کیلو از خود نمایی ها بروی خویش تو کردی دوچارایی حیرانم که جوهر را نمی‌زیبد کیلو از خود نمایی ها وفا از عمری من ای وفاحت نیز نمی‌سازی مگر از عمر آموزی تو رسمی بی‌وفایی ها وفا از عمری من ای وفاحت نیز نمی‌سازی مگر از عمر آموزی تو رسمی بی‌وفایی ها اگر در عشق تو من کنم رازایی ها به حمدالله که با دیر محبت مرشدم تو را و من آلوده کردم پیراهن پارسایی ها به حمدالله که با دیر محبت مرشدم تو را اگر این از با خوبانی عالم آشنایی ها توان کردن چون ای فریاد از دست جدایی ها اگر این از با خوبانی عالم آشنایی ها توان کردن چون ای فریاد از دست جدایی توان کردن چون ای فریاد از دست جدایی ها توان کردن چون ای فریاد از دست جدایی ها درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و برنامه امروزه با یک ترانه خیلی زیبا از هنرمند محبوب شناخته کریم نظر آغاز گردید که ایشان را به برنامه امروزه با اهل گروه جاده خیر مقدم میگویم. واقعا ترانه خیلی جذاب بود. ترانه آشنایی از شاعر محبوب نقیب خان طغرل. آهنگم مال استاد کریم نظر است که یک شکوه و شامتی خاصه داشت، یک
تنتنه خاصه داشت که از شنیدنش لذت بردیم. خسته نباشید، خوش آمدید برنامه. تشکر. اگر درود دارید، پیام دارید در آغاز برنامه به بیننده، به مخلصان خویش، همین دستگاه‌های نواربرداری ما در اختیار شماست، بفرمایید. السلام علیکم تماشابینان عزیز، خرسندان امروز باز ما به دیدار شما آمدیم و ما امروز با همراهی منعیم بسیار یک هنرمندان و شیردستان نوازندگان با آهنگای تر و تازه آمدیم که به سهم شما میرسانیم. تشکر زیاد. استاد کریم نظر یک از زمره اون هنرمندانی هستند که از مکتب هنرمند محبوب کشور ظفر ناظم گذشتند و واقعا در زمان کار را آغاز کردن که اون جوش و خروش فعالیت استاد ظفر ناظم بود و یکی از نفرانی هستند که در تأسیس انسمبل گنجینه نیز حضور داشتند و حتی زمان راهبری این انسمبل نیز به عهده داشتند. حالا باشد در انسمبل چمن فعالیت میکنند، انسمبل چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستان. بیاید از کارهای موزه‌تون بگید. این آهنگ تازه بود که پیشنهاد کردید، جای نشنیده بودم. بله، این آهنگ روزهای نزدیک من این آهنگ رو ایجاد کردم. من وقتی که کتاب نقیب خان تورل رو ورق می‌زدم، همین غزل به پیشم اومد. روسیگا به من یک الهام تازه بخشید. آهنگش در کجای محفوظ بود که پیدا شد یک بار؟ بله، آهنگ این از همون الهام پیدا می شود، یا که از همون غزل، از معنی غزل این آهنگ پیدا می شود. وقتی که آهنگ رو ایجاد میکنم، اول پخته میکنم آهنگ رو. چقدر پخته میکنم؟ به خاطری که مثلا اما آهنگ رو ایجاد کردید، وقتی یک آهنگ در راه رفته ایستاده اید، مبادا که پیدا می شود، یک آهنگ پیدا می شود، یک چیزی رو پیدا میکنید و شما فرصت پخته کردن ندارید، به خاطری که فراموش نشود چیکار میکنید؟ راستی گپ، من یگان مرتبه در راه، من گویم در یگان جای یگان گلگشت من آهنگ ایجاد نکردم و به خاطر من این چیز نآمده است. من همیشه در وقت خاموشی، خب وقتی تنهایی آهنگای خود رو ایجاد میکنم و به من یک راحت میبخشد. خب ایجاد کردن آهنگ. این آهنگ هم در همین حالت؟ بله البته. این خیلی اوج زیبا داشت، خیلی کشش‌های زیبا داشت و همون آرامیشه که در همین سرود شما جو کردید واقعا هر شنونده را به وجد می‌آورد. البته رحمت. این از حالت خود هنرمند هم بستگی دارد که مثلا وقتی یک چیز را ایجاد می‌کند وابسته به روحیه، وابسته به همون وضعی که دارد آهنگ ایجاد می‌کند. البته. چی وضع داشت وقتی که همین آهنگ را ایجاد می‌کردید، همین سرود را؟ وقتی که این آهنگ رو من ایجاد می‌کردم، حالت روحیتون چگونه بود؟ همون چی گویم، سالهای گذشته، سالهای جوانی به خاطر من آمد و این سخن‌ها که عیناً به همین دوران جوانی، عشق و محبت، جوانی و با عشق و محبت نوشته شده بود. معشوقه جوانی به یاد آمد. شاید من وقتی که این غزل رو دریافتم، همون روزگاری گذشته، همون سالهای گذشته زندگانی به خاطرم آمد و این غزل خیلی تاثیرناک بود و من با یک رغبت، با یک الهام این آهنگ رو ایجاد کردم. تقریبا در چند ساعت این رو پخته کردید؟ البته چند بار تکرار کردید؟ اگر خطا نکنم، اگر ممکن که یک تو 50 مرتبه من این آهنگ رو نواختم، گشته و برگشته. البته آهنگ یکی خودش تولید نمی شود. اون رو اول مثلا یک ذره‌اش پیدا می شود و رو پخته کردن در کار. البته مثلا همون سرشوی آهنگ وقتی پیدا می شود، او بعد میخواهید که شما نیم اوج مونید، بعد اون مثلا اوج خوب باشد و خیلی چی میگن موسیقی باشد که دلنشین باشد، گردش های زیبا داشته باشد. بله، از این خاطر با قولی اگر موسیقی گوییم، میلیزم های موسیقی باید که در همون هر یک پرده ها میلیزم های موسیقی خوب صداتی است. من از این حتما استفاده میبرم و همین آهنگ رو گوییم که در حجم 3 ساعت 4 ساعت من این رو ایجاد کردم. بله. با اهل ایجادی چگونه صحبت کردید؟ پیشنهاد شد وقتی که با مطربان پیشنهاد کردید آهنگ رو؟ هر روز وقتی که با کار می آیم، یک بار با همکاران خود مصلحت میکنم که من میگم که من شب من مثلا یک آهنگ ایجاد کردم
اینها با یک رغبت تام گوش میکنن و با همکاری اینها مخصوصا با راهبر موسیقی گوی من اینجا موسیقیچی موشتن با راهبر موسیقی سینا جان که آب و رنگ بسیار اون کسی یاردم میکنن با من این موسیقی رو ما مثلا کارکرد میکنیم. وقتی که با آهنگ سازهای موسیقی همراه میشه بله مثل یک دریا میشه که من اسباب قانون است قطره قطره وقتی که جمع میشه واقعا یاسمن گل من اپای شریف ما و دیگر من اینجا برادران عزیز ششتن ما با اینها همکاری کرده مثلا موسیقی خودش چی گویم تنها اینقدر مثلا باید نمیشه لذت بخش نیست. بله وقتی که در آنجا مثلا نواهای دیگر همراه میشود و مثلا پردازهای موسیقی در آنجا همراه میکنید این موسیقی بعد صدای خوب پیدا میکند واقعا دلنشین میشه دلچسب میشه. سلامت باشید. خب شما گفتید هر وقتی که آهنگ ایجاد میکنید مثلا چیزی پیش نظرتون میاد در تصورتون در خیالتون شاید یک منظره باشد شاید مثلا یک خاطره شیرین باشد یک خاطره تلخ باشد البته همون خاطره باید تاثیر میگذارد روی آهنگ. من فکر میکنم که هر یک هنرمند باید همین خیل باشد. انا در لحظه ای که ایجاد میکنید شما الکی از خود بیرون میروید. بله. شما الکی در یک مثلا یک گردشی زندگی در یک لحظه های پست و بلندی زندگی این چیزها رو مثلا باز همون هر یک چی گویم مصرع های غزل شما اون رو چی میگم مقایسه میکنید. بله. این لحظه ها بعد آهنگم خوب میبره. وقتی که تولید شد یک آهنگ بله. وقتی که شما احساس کردید که این آهنگ پوره شد اون وقت چه احساس شما رو فرا میگیرد؟ من رو سیگه همین حسیات رو شما بتوانید بگویید چون احساس من اول باباج میام خرسند میشم که من همین روز یک کاری کرده توانستم. بله. یک آهنگ ایجاد کرده توانستم. این فقط خاص ایجادکاران است. اون نفری که ایجادکار است این رو درک کرده میتواند که وقتی یک نفر ایجادکار یک کاری تازه رو روی کار میبرد. باباج میگم که من هم یک آهنگ ایجاد کرده توانستم و اگر مقبولی خلق شود اگر باز هم برای من باز خوشحالی میبخشد. تشکر. باز چی ترانه آوردید؟ سرود نوبتی که من حوزه اینجا ایراش میکنم صدای تو نام دارد. خب باشد صدای تو رو با صدای شما میشنویم. سلامت باشید. مرحمت. صدای تو قوت دلم در صفای تو قوت دلم در صفای تو مانندی مهی من چون ستاره من و تو توییم و دوری نداریم تو مانندی مهی من چون ستاره من و تو توییم و دوری نداریم
کجا روم من کجا روم به صدای تو قوت دلم در صفای تو قوت دلم در صفای تو بیا تا کاکلانت را شمارم جهان را با تو گیرم در کنارم بیا تا کاکلانت را شمارم جهان را با تو گیرم در کنارم تو با سنگین دلی ای کاش و صد کاش شود سنگین دلم سنگین مزارم تو با سنگین دلی ای کاش و صد کاش شود سنگین دلم سنگین مزارم من کجا روم من کجا روم به صدای تو قوت دلم در صفای تو قوت دلم در صفای تو من کجا روم من کجا روم به صدای تو قوت دلم در صفای تو قوت دلم در صفای تو در صفای تو در صفای تو خسته نباشید. ترانه زیبا بود. سلامت باشید. بیاید از تجربه هایتون با از انسمبل گنجینه بگید، چون در زمان کار کردید که استاد ظفر ناظم انسمبل گنجینه رو تأسیس دادن و اونجا هنرمندان جوان خیلی زیاد جمع آمده بودن که امروز واقعا هر یکی آنها صاحب مکتب هستند. آنهایی که آن زمان در انسمبل گنجینه کار میکردن در علایدگی همه آنها صاحب مکتب شدن، یک رویه خاص خود رو پیدا کردن. بله البته. خب چی تاثیر گذاشت به شما همون سالها فعالیت با استاد ظفر ناظم؟ برای رشد شما چی تاثیر گذاشت؟ البته وقتی که به صحنه به هنری کسبی میگذارید، در روی صحنه کسبی، اونجا صحنه کسبی تماما دیگر است. بله. در اونجا باید که حرکت های صحنه خوب داشتن در کار است. دیگر از اینکه باید همیشه باید در پی ایجادیات بودن لازم است و خوب که شما خیلی که معرفی کردید، ما بار اول در انسمبل گنجینه من به کار آمده بودم. اونجا ما بسیارتر پرسجوی و کافتوکاوی چی گویم همین ادبیات شفاهی، هنرهای مردمی رو ما بسیارتر مثلا میگفتیم و به نزد خلق میرفتیم، به نزد همان مردم میرفتیم که از اونها یک چیز آموزیم. اون چیزایی که مثلا علاقه از بین خلق رفته است و به فراموشی میرود، ما همونا رو گرفته کردیم با راهبری استاد ظفر ناظم البته در اینجا و این سرودها رو برای صحنه آوردیم و در اون دوره ها ما بگیم که در تمام حدود جمهوری، ناحیه هایی که در حدود جمهوری ما در تمام همین ناحیه ها سفری هنری کردیم. خود شما اصلا به کجا سفر کرده بودید برای جمع‌آوری فولکلور؟ کجا فرستادن شما؟ اکنون اینجا چه شما با کی بودید؟ من با همراهی استاد احمد جان محمدیف، استاد مراد بیگ نصرالدین، مرحوم سبحان سعیدوف، ما رفتیم یک قشلاق دوردست خوچه چلیار میگن بار اول. شما فولکلوری منطقه حصار رو جمع‌آوری کردید؟ نه البته با ما این خیلی محدود نبود که ما مثلا من باید از حصار آموزم یا که از ما مثلا همه جا میرفتیم. البته به ختلان هم میرفتیم، با مثلا بدخشان هم سفر میکردیم، با وادی قراتگین هم میرفتیم، از اونجا از اونها میآموختیم. خلاصه که ما باید که در روی صحنه تمام همون هنرهای گذشته مردمی تاجیک رو
باید روی صحنه بیاره. بله. گفتید دهه خواجه چیلدیار. خواجه چیلدیار همونجا. خب چی پیدا کردید از اینجا؟ در اونجا ما وقتی که همصحبت با مردم همون قشلاق شدیم گفتن یک موی سفیدی هست که در اونجا انا همین سرودهای کهنه مردمی رو اون میداند. گفتن کفته رفتیم خلاص خانه اون موی سفید نورانی رو یافتیم و چی گویم در آمدیم که خیش تباری خودم بود، از بابای خودم سایتلی بابا میگن. خانه اون کس در آمدیم و از اون کس ما خیلی همین سرودهای مردمی کهنه رو بسیار آموختیم و همونجا ثبت هم کردیم و همون سرودهایی که ما ثبت کردیم از این بابا از بابام یاد گرفتم من آورده روی صحنه برآوردیم. واقعا همین انسامبل گنجینه برای حفظ ادبیات شفاهی، برای دوباره احیا کردن سرودهای قدیمه، خاصتا سرودهایی که در میان مردم بود، خیلی سهمی ارزنده داشت. ببینید که همون سرودهایی که اون زمانها انسامبل گنجینه جمع آوری کرد و آنها رو بازخوانی نمود تا حال هستند. تا حال با شکل و شیوه نو از جانب هنرمندان اجرا می شوند. بسازد که همین مکتب همین روند ادامه یابد. حالا هم فکر میکنم در میان مردم اون گنجینه هایی هستند که آنها رو باید پیدا کرد، دوباره به مردم برساند. اگر خطا نکنم ما بین مردم همین خیلی گنجینه هایی هست که حالا در گوش مردم نرسیده است. بله. من فکر میکنم که اگر من آینده من انسامبل گنجینه هست دیگر مثلا انسامبل های فولکلوری که مثلا در نزد ناحیه ها عمل میکنن بگذار که من همین چخیلی که ما جستجو میکردیم رفته جستجو کرده این آهنگ ها رو زنده کنن. امروز تکنولوژی ببینید چقدر پیش رفته است. در دوره ما برای مثلا ثبت کردن یک ماگنیتوفون هم نداشتیم که رفته ثبت کنیم. واقعا امروز ببینید تکنولوژی هم خیلی پیش رفته است. همون یک تلفن که رفته میتونید که شما وقتی که آمدید اصلا با فعالیتی مردمی شروع کردید، یعنی سرودهای مردمی رو جمع آوری کردید، ولی شخصا همچون یک هنرمند با ایجاد آهنگ، همچون یک هنرمند حرفه‌ای با کارهای مستقلانه کی دست زدید؟ همون لحظه که من با در این برابر کارهای خودتون رو ایجاد می‌کردید. البته برای چی که مثلا ما در تمام کنسرت هایی که در حدود ناحیه و بیرون از جمهوری می‌رفتیم ما دو قسم کنسرت می‌دادیم. قسم اول مثلا اما تمام عرف و عادت و اما چخیلی که گفتم برنامه فولکلوری رو پیشکش میکردیم به مردم و در قسم دوم هر یک هنرمند با آهنگ‌های خودش در نزد برآمد میکرد. هر هنرمندی که در همون سالها با انسامبل گنجینه دعوت شده بود آنها همشون در برابر آنی که مثلا اجرا فولکلور اجرا میکردن آهنگ اجرا میکردن. البته همه آنها خیلی موفق شدن. بله این بود که اونو دلیل موفقیت آنها در چی بود؟ شما در چی میبینید؟ شاید همون محض تأثیری استاد ظفر ناظم بود که آنها رو خوب تربیت کرد و راه درست رو به آنها نشان داد. میگونم دردانه ها رو جمع آوری میکردن استاد ظفر ناظم. استاد ظفر ناظم یک شخصی بودن که چخیلی که گفتید دردانه ها رو جمع آوری میکردن و در همه لحظه به ما راه نشان میدادن. میگفتن پسرم اول وقتی که تو یگون آهنگ رو ایجاد میکنی و یگون سرود رو ایجاد کردنی میشوی تو اول سرود رو گرفته معنی داد کن، معنی اون سرود رو تحلیل کن و وقتی که با تحلیل سخن رفتی تو میتونی که یگون آهنگ برای مردم ایجاد کرده توانی. همه وقت با ما راهبری میکردند و یعنی که نشان میدادن، راهنمایی میکردن. بله خسته نباشید. باز چی ترانه پیشنهاد میکنید برای بیننده ما؟ اینجا حاضر یک ترانه از ایجادیات لایق شیرالی میخوام بس همین آهنگ خودتان. بله خب
گه تار و گه دار است دنیا گه یار و گه بار است دنیا گه تار و گه دار است دنیا نداند قیمتی مردان اگرچه خریدار است و بازار است دنیا نداند قیمتی مردان اگرچه خریدار است و بازار است دنیا 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 وفا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد دنیا 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 وفا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد بسا فرسوده میرد حیف یادم بسا آلوده میرد حیف یادم بسا فرسوده میرد حیف یادم بسا آلوده میرد حیف یادم بجوید قند و بیچاره خورد فر بسا بیهوده میرد حیف یادم بجوید قند و بیچاره خورد فر بسا بیهوده میرد حیف یادم دنیا 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 وفا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد دنیا 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 وفا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد چو برقیت درخشیدیم و رفتیم چو گل یک صبح خندیدیم و رفتیم چو برقیت درخشیدیم و رفتیم چو گل یک صبح خندیدیم و رفتیم تمامی بازی های زندگی را چشم خویشتن دیدیم و رفتیم تمامی بازی های زندگی را با چشم خویشتن دیدیم و رفتیم دنیا 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 وفا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد دنیا 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 وفا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد ای دوست بیا با هم شویم یک دست صدا ندارد تشکر زیاد، خسته نباشید. شما از عمره اون هنرمندانی هستید که همیشه پای معنی میگردید، همیشه شعرهای را جستجو میکنید که پر از مضمون هستند و همین گونه جوانها رو نیز به همین رویه مثلا راهنمایی میکنید. امروز فعالیت شما در انسمبل چگونه است؟
ما در انسامبل چمن من دستم جمعانه کار کرده ایستاده الحال در رادیو تاجیکستان 5 سرود رو علاقه ما ثبت کردیم. من گل دخترای انسامبل چمن این رو اجراش میکنم و روزهای نزدیک برای صحنه میبرن. از شما آهنگ درخواست میکنن؟ تا امروز آهنگای شما رو هنرمندان اجرا کردن؟ درخواست نکردن؟ نه البته نه، دیگر هنرمندان اجراش میکنن. من با نزدیکی که من شب ایجادی یکی از هنرمندان انسامبل گنجینه اکبری دولت شده گذشت، در اونجا 5 تا آهنگ من صدا داد با آوازی اکبری دولت. این هنرمند 5 آهنگ من رو در اونجا در شب ایجادیشون اجراش کردن. بله. یعنی درخواست میکنن؟ بله بله. اون در مثلا انسامبل هایی که شما فعالیت میکردید برای جوانان، برای اونایی که حالا مثلا آهنگ ایجاد کردن نمیتونن، آهنگاتون رو میبخشید؟ البته ما همیشه هر یک جوانی که خواهش سرودن آهنگای ما رو دارد، من با جان و دل این آهنگا رو با اونها پیشکش میکنم. خب شده است که آهنگ بدون متن ایجاد شده باشد، یا که شما اول متن رو پیدا میکنید بعد آهنگ ایجاد میکنید؟ نه، من اول متن رو پیدا میکنم بعد آهنگ ایجاد میکنم. من به متن آهنگ ایجاد نکردم. اول آهنگ رو ایجاد کرده و بعد متن یگون وقت من نگفتم کار نکردم. خب کی احساس کردید که استعداد ایجاد کردن هنر در وجود شما هست؟ از کی؟ بله، کی این برای شما کشف شد؟ من در دوره که دانشجو بودم در دانشکده صنعت من تحصیل میکردم، علاقه من از کورس یکم و کورس دوم ایجاد کردن در دل من پیدا شد و من از همون زمانها ایجاد حس کردید؟ چگونه حس کردید که این آهنگ در ذهن شما چرخ میزند یا که این از کجا مثلا برای خودتون دریافتید؟ من راستی گپ چیل باش میفهمونم. وقتی که من اون هنرمندی مثلا اون هنرمندای مشهور رو میشنیدم، آرزو میکردم که مثل آنها مثلا آهنگا داشته باشم، مثلا با واسطه تلویزیون رادیو برآمد کنم. و این بود که همین آرزو، همین مثلا جستجو، خواهش با من انگیزه داد. انگیزه داد ایجاد کردن رو من مثلا سر کردم. اولین آهنگتون یادتون هست؟ اولین آهنگی که من ایجاد کردم در وصفی با سخنهای صابر سلطان، با تو ای دلبری شوخ حصاری شدستم عاشقی مست و خماری. من همین آهنگ رو ایجاد کرده بودم، اولین آهنگ من بود. خب و پیوسته دیگر با آیسته آیسته باز دیگر آهنگ ها رو ایجاد کردیم. اولین بار به صحنه حرفه‌ای برآمدنتون یادتون هست؟ من در یک آزمونی که اون وقت خردسال بودم، من بسیار خردسال بودم، آزمون شد ما بین مکتب ها. اما من اولین مرتبه در همین آزمون برآمد کردم با سرودی مادر از آهنگ های استاد حسین نصرالدین. چگونه بود اولین بار وقتی به صحنه میبری، مثلا اونجا میبینی که 500 600 نفر یا که 400 نفر یا 200 نفر، خب همه چشمو به سوی تو هستین؟ البته اول هیجان زیر میکند، چون که اون وقت خردسال هستی، مثلا بار اول در صحنه، حالی مثلا عادت کردگی نیست، همون خیلی وقت کودک خردسال میبرد، البته اول هیجان زیر میکند. همین حس تو هست؟ بعد از اون که اجراش میکنی یک خرسندی فرا میگیرد که من توانستم که در مابین همین در نزد همه مردم من برآمد کردم. بعضی هنرمندان هستند که میگن تو هنوز همین حس و هیجان هنگامی برآمدن به صحنه در وجود ما هست. وقت تا اون لحظه ای که به صحنه میبریم یک ترس عجیبی در همین وجود هست. تا اون لحظه ای که به صحنه میبریم، وقتی که مثلا اسباب ها روشن می شود و بلنگویک رو میگیریم، یک بیسته رو میزمزمه میکنیم، دیگر همون ترس گم می شود. البته این یک چی گویم احساس طبیعی است. یک احساس طبیعی است، هر یک هنرمند این احساس رو دارد. پیش از به صحنه برآمدن یک ترس، یک چی گویم هیجان زیر میکند. اما وقتی که به صحنه میبرید و شما مثلا چی گویم با یک الهام، با یک ذوق، بعد دیگر این است که صنعت این یک چیزی نازک است بسیار، مثلا چی گویم با یک عشق و محبت. همین وقتی که در صحنه برآمد میکنید شما به نزد مردم، البته ترس و همون این چی گویم همه چی از خاطر آدم فراموش میشه. خب شما هنگامی که سرود میخوانید با
چهره های مردم نظر میکنید، به حسیات و به هیجان آنها نظر میکنید؟ البته خب نگاه میکنید که آنها مثلا چگونه سرود شما را قبول کردند؟ بله البته همین هر یک هنرمند از شنونده الهام میگیرد. بله. اگر کنسرت زنده باشد هر یک هنرمند از شنونده الهام میگیرد. همین مثلا تالا رو میبینید که شنوندگان با شما چه خیلی با کدام احساس با شما نظر کرده یا که گوش کرده سودن و همین نظر کرده میبینید که کسی مثلا غمگینانه اگر سرود غمگین باشه، کسی یا که مثلا با یک احساس بلند، یک از این چی میگن یک روحی تازه میگیرید. بله. یعنی تاثیرگذار است. بله. در رو برای تو نشسته است و هوش یادش اگر در تو باشد باز هم همون رو با حس و الهامی بلندتر اجرا می‌کنید. خب تشکر زیاد که امروز به برنامه فضا تشریف آوردید. واقعا از حضور شما در این برنامه خیلی لذت بردیم. ترانه‌هایی که اجرا کردید ترانه‌های زیبا بودند و مطمئنیم که این برنامه برای بیننده نیز پسند آمد. اینجا به انتهای برنامه رسیدیم. خب در انتها باز چه ترانه پیشنهاد میکنید؟ اینک من میخوام که با تماشابینان عزیز یک غزل میرزا عطا را با نام آه سوزان پیشکش کنم. بله. و دوستان عزیز و ارجمند همینجا به انتهای برنامه امروز فضا رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمندی محبوب کارمند انسمبل چمن فیلارمون دولتی به نام یکشریف جورایف کریم نظر مهمانی ما بودند و ترانه‌های جذاب ایشان را شما در این برنامه شنیدید و در انتها باز هم یک ترانه زیبا اجرا می شود. پس شما روزگار خوش تمنا داریم. خیر. تا چند کنم ز خلق پنهان اشکی روخی زرد و آه سوزان تا چند کنم ز خلق پنهان اشکی روخی زرد و آه سوزان و شوخی ردم به عشق بردن فریاد دست خوب رویان و شوخی ردم به عشق بردن فریاد دست خوب رویان فریاد دست خوب رویان جانا چی شود دی چشمی بیماره یا بد دل درد من درمان جانا چی شود دی چشمی بیماره یا بد دل درد من درمان بلعنی تو جانی ناتمام آمد افتاده چو قال بیست بی جان بلعنی تو جانی ناتوان آمد افتاده چو قال بیست بی جان گل خم شد و سبراز برخاسته تا طرفی چمن شدی خیرامان گل خم شد و سبراز برخاسته تا طرفی چمن شدی خیرامان بی قدر و خد چی کار آیدد سیری گل و سروی باغ و بوستان بی قدر و خد چی کار آیدد سیری گل و سروی باغ و بوستان تا چند کنم ز خلق پنهان
اشکی روخی زرد و آهی سوزان تا چند کنم زی خلق پنهانک اشکی روخی زرد و آهی سوزان و شوخی ردم و عشق و بردم فریاد دستی خوب رویان و شوخی ردم و عشق و بردم فریاد دستی خوب رویان فریاد دستی خوب رویان فریاد دستی خوب رویانک فریاد دستی خوب رویان